بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست اصلا. اینقدر سطح حرف پایینه که مایه سرافکندگی گوینده حرف و مایه سرافکندگی ملت آمریکاست. اونا رو کار نداره. لکن یکی دو جمله رو باید روش توجه بکنیم. ترامپ گفت که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت. ایشون و مسئولان آمریکایی، دولت‌های آمریکا از قدرت استفاده کردن برای قتل عام غزه، برای جنگ افروزی در هر جایی که بتوانند، برای حمایت کردن از مزدوران خودشون. از قدرت این استفاده رو کردن. چه از قدرت برای ایجاد صلح استفاده کردن؟ بله، از قدرت می شود برای صلح و امنیت استفاده کرد. به همین دلیل هم هست که ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم کرد. اما اونها این کار نکردن. اونها از قدرت استفاده کردن برای اینکه بمب‌های 10 تنی رو بدن به رژیم صهیونی بریزه رو سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردم در لبنان و در هر جا که بتوان. این یه نکته. رئیس جمهور آمریکا به این کشورهای عربی یک الگویی رو پیشنهاد میکنه که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روز هم نمیتونن زندگی کنن. اینجوری گفت دیگه. گفت اگر آمریکا نباشه اینا 10 روز نمیتوانن خودشون رو نگه دارن. آمریکا اینا رو نگه میداره. حالا هم در معاملات خود، در رفتار خود، در پیشنهادهای خود همین الگو رو به اینها داره مجددا ارائه میده و تحمیل میکنه، جوری که اینها بدون آمریکا نتوانن زندگی کنن. مطمئناً این الگو شکست خورده است. به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت.
حتما تو این منطقه اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونی است. رژیم صهیونی که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است، حتما باید برکنده شود و خواهد شد. جمهوری اسلامی اصول مشخصی دارد، منظومه ارزشی معینی داره، با همه فراز و نشیب‌هایی که در پیرامون ما اتفاق افتاده بر این اصول تکیه کرده و کشور رو پیش برده. امروز ایران 30 سال قبل و 40 سال قبل و 50 سال قبل نیست. امروز به توفیق الهی، به فضل الهی، به کوری چشم دشمنان، به رغم عنف دیگران، ایران پیشرفت کرده است و چندین برابر این باز هم انشاءالله پیشرفت خواهد کرد و این رو همه خواهند دید. جوانهای ما به بهترین وجه این رو خواهند دید و انشاءالله در ساخت ایران اسلامی مطلوب همه همکاری خواهند کرد.